البته همه حرکت‌های زشت ایشون غیر قابل کنترل. من شرمنده. بله. تمامش کن. کی اول شروع کرد؟ این کنایه بازی‌های بی‌معنی رو من از خود شما یاد بله گرفتم. بله. خوشحاله. خواهش می‌کنم. خیلی ممنون بابت هم. خدا نگهدار. اصلا من خودم جای تو میرم مأموریت که راحت بشم. چه بهتر. خدا نگهدار. خدا. عجب گرد و خاکی کردیم ها. کسی جلوی حرکت کسی رو نگرفته. نزدیک بود شاخ در بیاره. ضربه مناسب سر بزنگا. حالا تو مطمئنی با این آتیشی که روشن کردی اوضاع بهتر میشه؟ یه روش قدیمیه. باید کاری کنی تا بتونن از بیرون خودشونو ببینن. تصویر معکوس. هر چقدر نصیحت میکرد هیچ فایده ای نداشت. اگه آدمایی باهوشی باشن میفهمن رفتارشون چقدر مسکه. دلم میخواد اوضاعشون بدتر از این نشه واقعا. تو که میدونی کار من نزدیک کردن آدما به هم دیگه است، نه دور کردنشون. مشکل میدونی کجاست؟ اینکه با هم دیگه حرف نمیزنن. تنهایی تو سرشون با خودشون حرف میزنن. آره درست. نگران نباش، من باز به نیلوفر سر میزنم. خب حالا شام چی بخوریم؟ شام چی بخوریم؟ نذاشتی من که هیچی من غذا نخوردم بخورم، اونجا. گفتی ببین رژیم. سرم انقدر درد میکنه واقعا انقدر که فریاد میشه. آخه خیلی جدی گرفته بودی، من که ترسیدم رسیدی؟ باور کن. پس باز ادامه میدم. از شما درد نکنه. حالا غذا چی بخوریم؟ من گرسنم و واقعا هیچی نخوردم. شما مگه رژیم نیستین جمشید جا؟ شما رژیمی. بله ما تا کی رژیم هستیم حالا؟ باید منو شام ببرید. حتما دعوت کردی باید برم. حتما دیگه هم اینجور مهمونی ها باید نمیرم. باش. بابا تو باز چه هنوز نخوابیدی؟ بابا نرو. اگه بری دیگه با حرف نمیزنم. میخوای بری برو، ولی چند ماه دیگه که برگشتی ممکنه دیگه حرفی برای گفتن نباشه. چرا تلفناشون رو جواب نمیدن؟ سرویساتون خیلی دیر کردن. بابا برای تو چی نوشته؟ نخوندم چون باش قهرم. برای من نوشته که با شایان آشتی کنم، بعد مراقب توتی باشم تا صاحبش بیاد دنبالش. مامان بابا کجاست؟ خیلی دوره؟ رفته همون جایی که دایی علی هست. لای جان؟ بچه بودین کفشتون رو بپوشین، الان سرویساتون میرسن.
الو آقای امینی شما کجایین بابا؟ ساعت 6:30. کی اعلام کردن؟ ای بابا باشه ممنون، خداحافظ. مامان مدرسه ها تعطیله؟ بله به علت آلودگی هوا. ساکت باشین، همینجا میمونین تا من برم مدرسه برگردم. تصمیم عاقلانه گرفتی. تا وضع مدرکت درست شه بهتره که با همین کار دفتری سر کنی. امروز که دیگه تعطیل شد ولی خب شروع کنی بهتره. همه کارا ریخته سر خانم محمودی. من منتظر بودم تو تصمیمتو بگیری. نیلوفر جان خوبی؟ آره خوبم ممنون. خانم محمودی اینم کمک. خانم محمودی جان سلام. با اینو باید چیکار کنم؟ سلام. بچه ها دارن بازی میکنن. کمک میخواد؟ کی به شماها اجازه داده بازی کنی؟ مامان خاله پرچی کمکم کرد، همه تکلیفام تموم شد. الان وقت بازی کردن نیست. چرا؟ چون من میگم. نیمه دوم بودیم ما. آره داشتم گل میزدم. یه برو بابا، وقتی من به شایان گل میزنم تو دیگه شیپونه. منو با شایان مقایسه میکنی؟ پس چی؟ بهت زنگ زدم جواب ندادی. میخواستم بگم دارم میام اینجا. زنگ زدم خونه بچه ها جواب دادن. گفتم میام میمونم. میای دیگه؟ خواهش میکنم مشکلی نیست. یه دقیقه اینا رو ول کن. میخوام یه چیزی بهت بگم. چه چیزی؟ مگه چیزی مونده که دیشب به من نگفته باشید؟ بفرمایید میشنوم. نیلوفر اومدم بهت بگم تو از پس این تغییر برمیای. اصلا چرا با بچه ها پا نمیشی بری پیش امیر؟ من از شما کمک خواستم. به شما گفتم به من بگو چی کار بکن چی کار نکن. وقتی عصبانی باشی حرف هیچ کسو نمیشنوی. فقط حرفای خودتو میشنوی. فقط به خودت. کافیه پرچر خانم، لطفاً دیگه ادامه ندید. ببین عزیزم، من میدونم تو چه فشاری رو تحمل میکنی. هر روز توی کارم با 1001 نوع از این گیر و گرفتاری ها سر و کار دارم. لابد قرار شما به من بگی چی کار بکن چی کار نکن. شوهر من رفته دنبال آرزوهاش. لابد توقع دارید من زندگیمو ول کنم برم دنبالش. آره به نظر شما کار درست اینه؟ نه، به نظر من الان بهترین موقعیته. به لحاظ شغلی وضعیت حسابی نداری. میتونی از این فرصت استفاده کنی. دوباره خودتو بساز. برو از اول شروع کن. شما دارین شغلتون رو به رخ من میکشین. شما میخواین بگین حلال مشکلاتین، اما من از پس مشکلاتم بر نمیام. بدون اینکه خودت متوجه باشی داری وضعیتتو با امیر مقایسه میکنی. این یه بازی دو سرباخت. لابد داور این بازی هم شما هستین. شما بدون اجازه من پاشدین اومدین تو خونه زندگی من، دارین تو خصوصی ترین مسائل زندگی من دخالت میکنید. اگه شما و دکتر نوروزنیا نبودید امیر بین من و کارش منو انتخاب میکرد. آروم باش، میخوایم با هم دیگه حرف بزنیم. ببین من بس کنید دیگه. من نه مریضتونم نه از شما کمک خواستم نه مشکلی دارم. همه چیز کاملا روشنه. بله روشنه. هر وقت آروم شدی با هم تماس بگیر. مگه من با شماها نیستم؟ مگه نگفتم بازی نکنید؟ مامان
واسه چی وقتی من خونه نیستم در رو غریبه ها باز میکنین ها؟ حالا پرچه که غریبه نیست. وقتی من خونه نیستم از نظر من همه غریبن. یه دقیقه صبر کنین. ما زنگ زدیم به دایالی، میتونیم هفته بعد که دروس تعطیل بریم اونجا. فکر خوبیه؟ اصلا فکر خوبی نیست. واسه چی سر خود این کارا رو میکنین ها؟ چرا به دایتون زنگ میزنین؟ مگه چی شده؟ مگه نداره به این تو اتاقاتون؟ برو مامان تو اتاق. به دایره منو بالا غریبه میزنین. هر کاری دلتون میخواد میکنین. با من بحث نکنین. برو تو اتاق. ساکت. زمانی که پدر مادر و خواهر کوچیکم رو تو تصادف از دست دادم اوضاع احوال روحی خوبی نداشتم. حتی اصلا نمیخواستم بیام دانشگاه. برای اینکه یه مقدار حالم بهتر بشه خواهر بزرگم مجبورم کرد کنکور بده. خودش پزشکی خونده بود، درسش هم تموم شده. من هیچ انگیزه‌ای نداشتم. اصلا نمیتونستم درس بخونم. حتی نمیدونم برای چی این رشته رو انتخاب کردم. تا اینکه با شما واحد برداشتم. اون موقع بود که تازه انگیزه پیدا کردم. فهمیدم که چرا این رشته رو انتخاب کردم. وقتی اون همه شور و شوق شما رو دیدم برای زنده نگه داشتن اون پرنده‌ای که اصلا احتمال زنده موندنی صفر بود. زمانی که میخواستین اون پرنده رو آزادش کنین دادینش دست من. من نمیدونم چجوری تو اون همه دانشجو منو انتخاب کردی. من اون شب تا صبح گریه کردم. اتفاقای بعد تو زندگی آدم مثل این یکی که زمینن تو این سبزیزار بقیهش دست خودمونه انتخاب کنیم که چی و به چی الان میفهمم حسم بهم دروغ نگفت. من اون پرنده رو با آدم درستی بودم.
کشته الو سلام، من بینو عقیلی هستم. آقای ناهار، تازه پیغامتون رو گرفتم. خیلی ممنونم که زنگ زدین اطلاع دادین. هر موقع براتون مناسب بود بفرمایید، من برای گرفتن پرنده و تقدیم مژدگانی خدمت برسم. خداحافظ. استاد خسته نباشی. تو خسته نباشی پسر. استاد بفرمایید شما، من چمدونا رو میارم. نه بابا بده من یکشو بیارم. نه آقا شما خسته اید استاد، بفرمایید من میارم. میخوری. احتیاط کن پس. چشم. به به امیر خان، سلام. خیلی خوش اومدین. احوال شما؟ چطوری؟ خوبی؟ سلام علیکم. کاظم از شاگردای خوبم. به علیکم که برادر. بفرمایید، خواهش میکنم. بفرمایید. ببخش من برو بده تو وسایل. بذارم داخل. آره ممنون. چطوری؟ خوبی؟ چه خبر؟ راحت اومدین؟ آره بعد نبود. همه چی خوبه؟ قربون تو رو که میبینیم خوب میشی. نیلوفر بچه‌ها خوبن؟ همه خوب. سلام رسوندم. قربونت برم. چه خبر؟ سلامتی. آقا کاظم کمک میخوای؟ خیلی ممنون علی آقا. همینجوری بگه خودو بی جهت دلم واسه تنگ شده بود. ولی من دلم برات تنگ نمیشه بس که به فکر دادم. درست بشو نیستی. دیروز سر رفتم روستا، همه چی رو به راست. یه جایی هم موقت برای اسکانتون آماده کردیم تا پژوهشگاه درست بشه. چه خوب. پس ما هم زودتر باید علامت گذاری و نقشه رو شروع کنیم و مرزبندی رو مشخص بکنیم. باید بریم دنبال ردیاب و مجوز و نمونه‌گیری و نشانه گذاری و چه اینجوری نگاه می‌کنی؟ حال نیلوفر برای چی خوب نیست؟ از خبرش به گوشت هم رسیده. آره دیگه بچه‌ها. راستش دیگه نمیدونم باید چی کار کنم. ولی هر کاری که میکنم بدتر میشه که بهتر نمیشه. نمیتونم بمونم، نمیتونم برم. هر سرشم ویل بکنم ضرره. تو جای من بودی چی کار میکردی؟ من اگه میدونستم که جواب خودم رو میدادم. نمیدونم. نیلوفر درها رو بسته، 4 قفلش کرده، اجازه بیرون رفتنم نمیده. سلام. ببینم موتور روشنتون بود؟ استاد ببخشید من یه مقدار آب به آب که میشم این خوابم میریزه به هم. به اتفاق آرا همه میگن به بابای خدا بیامرزم رفتم. گویا اون بزرگ از دست رفتم خوابش مقدار زیاد بوده. چاکرم علی آقا. مخلصیم، خدا رحمتش کنه. خدا رفتگان شمارم بیامرز. برو یه آبی به سر و صورتت بزن بیا صبونه. چشم با اجازه.
پسر خوبیه. شاید باورت نشه ولی یکی از بهترین شاگردای من. پشت کارش هم که بی‌نظیره. خیلی هم بامزه. میبینی امیر؟ ببین اون بره کوه دیگه تونک همه. بریدن؟ ریشهشو میسوزونن بعد میندازن دیگه. دلال چوبم زیاد شده، هوام گرم شده، یه عالمه از این درخت‌ها تلف شد تو خشکسالی. ما هم نیرو کم داریم. الان داریم با مراتع جنگلداری پوششی کار میکنیم. آره. ولی هر چقدر نیروها زیاد بشن تا خود مردم کمک نکنن این اتفاقی نمیفته. دقیقاً باید فرهنگ سازی میشه دیگه. استاد منظره رو کیفشو بودن. این ور قبرستون دهه، اون برم ساختمون شوراست تا پژوهشکده آماده بشه. ببینم به من گفتن که من باید اینجا با یه خانومی هماهنگ باشم که مسئول اجراییه. اسمش خانم یزدانی درسته؟ میشناسمش. بهش خبر دادی که رسیدی؟ آره صبح پیامک. آره خیلی خانم مسلطی، اهل همینجام هست. خیلی هم برای پژوهشکده زحمت کشیده. دستش در نکن. این برم میره سمت مدرسه و اونجایی که فعلا برای اسکانتون موفق. علی آقا یه لحظه صبر کنیم. این آواز بیاتی که میشنویم از کجاست؟ خروس آقا شعبونه. دو هنجرم هست. خروس آقا شعبون دو هنجره. استاد ما خروس دو هنجره داریم؟ پونه بجون. تعطیلات هفته دیگه نمیشونیم بریم؟ نه نمیشه. چرا نمیشه؟ برای که فقط 2 روز تعطیلی، ارزش رفتن نداره. همه میرن سفر، ما 2 سال هیچ جا نرفتیم. همه آدما با خانواده هاشون میرن سفر. بابات بوده که ما نرفته باشیم؟ خب بابا که اونجاست، ما میریم پیشش. نه خیر، من خستم، میخوام استراحت کنم. سلام. برو دیرت نشو. یزدانی هم تشریف آوردن. سلام آقای دکتر. سلام خانم، خوش اومدید. خوشبختم. حالتون خوبه؟ یزدانی هستم. ببخشید نشد بیام استقبالتون. اختیار دارین، خواهش می‌کنم. آقا کاظم بختی هستم، دستور بنده. ارادت دارم خدمت. خوشبختم. علی آقا ببخش زحمت شما هم شد. نه این صدای چی بود علی آقا؟ من فکر کنم باز این بچه‌ها دارن شیطنت میکنن. امیر جون من میرم میام میبینم. باشه راحت باش. خداحافظ. گویا ما قراره مدت اینجا بمونیم. بله بفرمایید. خواهش می‌کنم شما بفرمایید. ببخشید من جلو میرم. بتول خانم. یا الله. یه سال این بتول خانم خودش هم تو همین خونه زندگی میکنه. بله همینجا زندگی میکنه. که خیلی بده، من و کاظم متهمش میشیم. ما هر جا بگین حتی یه اتاق هم برام کافیه ها. حتی مورد داشتیم تو خوابگاه، من تو راهرو خوابیدم ها. یعنی شما هر جا بگی من همونجا میخوام. نه بابا بتول خانم عادت داره، اصلا خونش رو کرایه میده. بچه‌هاش همه تهران زندگی میکنن، خودش اینجا تنهاست، درآمدش همینه. شما ماشین بهتر تنهایی در میاد، حوصله‌اش هم سر نمیره بنده. سلام خانم. حالتون خوب هستین؟ شما بفرمایید من این مرغ رو دون بدم بیام خدمت. دست شما در نکنه. مزاحم شدیم، ما ببخشید. آقای دکتر کم و کسری چیزی داریم من بگیم واسهتون تهیه میکنم. صبحونه و نهار و شامم که با بتول خانم. دست شما در نکنه. اگه مورد بود حتما خدمتتون عرض میکنم. فقط یه مسئله، ما کی میتونیم پژوهشکده رو ببینیم؟ شما اینجا مستقر بشین، من فکر کنم تا 1 ساعت دیگه بیام خدمتتون. خوبه؟ کاظم 1 ساعت برات کافیه؟ هرچی شما به دستور بدید استاد.
خیلی خوب، دست شما در خواهش نکنه. میکنم ممنون. فعلا با تو اجازه. زحمت رو خواهش خود میکنم. خدا حواست نگهدار. باشه بطول خانم. خدا نگهدار. خسته نباشین. بفرمایید. شما بفرمایید. استاد خواهش بفرمایید. می‌کنم. بفرمایید. کاظم کف شد. نیفتی. بفرم. این آشپزخونه‌مونه، البته مشترکیم با هم استفاده میکنیم. این یه اتاقه، اینم اتاق شما. استاد تشریف بیارید اتاقو ببینید. میام تو نگاه کن منم علم. نگران نباشین، کوتاهی از طرف ما بوده. سلام، ببخشید دیر اومدم. دیر که میاد کاراتم. شما مسئول کارنامه نیستی؟ چرا مگه چی شده؟ چی شده؟ همه چی به هم ریخته. کد اشتباه، اسم اشتباه، دوباره کاری تو این وقت تنگ. دیرم که داری میای. ببخشید من هنوز خیلی به سیستم اداری وارد نیستم. به من گفتن کد 0 رو وارد کن، منم وارد کردم. به شما گفتن سال سوم 3، سال اول 1، پیش نیاز 0. نگفتن؟ من متوجه نشدم، فکر کردم از اینجوری فکر کردی؟ تو ببین چه وضعی شده اینجا. نیلوفر جان، من میدونم تو این کارو دوست نداری. باید درست انجامش بدی یا نه؟ الان درستش میکنم. چطوری؟ اینا همه ارسال شده. این تلفن رو ببین از صبح داره یه بم زنگ میزنه. خب شما میگی من الان چیکار کنم ها؟ اتفاقی که افتاده دیگه. اتفاقی که افتاده؟ تو فکر کردی این کار زنگ تفریه؟ اونجا وای نستا، بیا این تلفن رو وایس جواب بده. اینا رو من باید جواب بدم. بهشون بگو اشتباه شده، تا ظهر ارسال میکنیم همه رو. منم کاظمم، دانشجو سال آخر رشته دامپزشکی. شما همراه اون دکتر اومدین؟ دکتر ماهان. بله، من دستیار 1 استاد ماهان هستم. واسه چی اومدین؟ این بحثش یه مقدار گسترده است. ما اومدیم که اینجا راجع به گونه‌های جانوری و پوشش گیاهی این منطقه تحقیق کنیم. که چی بشه؟ چیزی قرار نیست بشه. بابا ما اومدیم اینجا بهتون کمک کنیم. علی قاسمی رو که کی میشناسید. کمک خواست؟ شما بدون دلیل تفنگ ما رو گرفتین. کی تفنگتون رو گرفته؟ یه لحظه وایسید، حداقل به من بگید خونه بتول خانم کدوم بره. خودت بگرد پیدا کن. خب اگه خودم میتونستم پیداش کنم که از شما نمیپرسیدم که. این دفعه من چشم پوشی میکنم زینب خانم. اینم بگی بز سر جاش تا آقا شعبون نیامده، ولی یه بار دیگه این اتفاق بیفته مجوزشو باطل میکنم. حامد بیا اینجا ببینم. سلام. حامد آقا تا که بفهمه رفتی سراغ صندوقش دستتو قلم میکنه. اون تیرش اگه در میرفت میخورد تو چش و چاله من چه خاکی باید تو سرم میریختم ها؟ حامد برای چی رفتی سراغ صندوق آقا؟ خجالت بکش حامد. حسده نگاه میکنه. خوبه مثل داداش تو رو میفرستاد دنبال کار، از درس مشقت میافتادی؟ اشکال نداره دیگه، تکرار نشه حامد جان. باشه؟ چشم علی آقا، اشتباه کردم. باشه. چشم. همون باشه هم قبوله. خداحافظ. حامد دست به من بده، قول مردونه که دیگه تکرار نشه. خب خداحافظ. سلام. مامان واسه چی گفتی بگم اشتباه کردم؟ خوب کردم. چش سفید فرصت جواب میده. به جای این کارا درس و مشقتو بخون برای خودت کسی بشی. مدرسه تعطیله. مدرسه تعطیله؟ این کله که تعطیل نیست. هست؟ نکنم فردا میخوای بری شکار حامد. آقا حامد شکار برای کی نون شده بخواد برای تو آب بشه؟ برو سراغ درس و مشقت. برو اینجا وای نسا. چش سفید. فردا میریم برای فینال. امتیاز ما بالاتره اما مدرسه دانشسازان از لحاظ زمانبندی از ما جلوتره. بفرمایید. من فقط مدال میخوام. حتما. یکی هم بده بخرم. بیا عزیزم. راستی اون فامیلتون برای عکاسی میتونه بره؟ بولتن مسابقات رباتیکه؟ بله. برای چی به من ندادین؟ بفرمایید. چرا عکس خانم مدنی اینجاست؟ چرا عکس من نیست؟
روابط عمومی مسابقات خواسته اسم دبیر مربوطه که مسئول تیم ثبت بشه. مسئول اون تیم منم. خانم حیدری، همه زحمت رو من کشیدم. من بچه رو برای مسابقات مقدماتی آماده کردم. من رسوندمشون به فینال. خانم قاسمی شما دیگه دبیر فیزیک مدرسه نیستی، پس خواهش میکنم تو اموری که به شما ربطی نداره اصلا دخالت. اما مسئول اون تیم منم. باید عکس من اینجا باشه، نه عکس اون خانم. شما برای این دبیرستان تصمیم نمیگیرید. مدیر این مدرسه منم، دبیر فیزیکش هم خانم مدنیه. تیم باید با سرپرستی ایشون ادامه بده. خانم قاسمی برگردین سر کارتون. خانم قاسمی، نیلوفر. هیچ رسیدیم به سرای تازه داستان شروع شد. چطوری آقا کاظم؟ سلام علی آقا، خوبی؟ علی آقا این خونه بتول خانم کدوم بره؟ گم شد یعنی هیچی نشده؟ من ده به این کوچیکی آدم گم میشه. نیم ساعته دارم میگردم پیدا نمیشم. علی آقا بین خودمون میمونه این ماجرای تیراندازی صبح چی بود؟ بچه کجایی تو؟ بچه کاشان. کاشان؟ بچه کجای کاشان؟ اون هلوهوش نتنز. من مخلص بچه های کاشان هم هست. مخلصم علی آقا. محمد مهدی. سلام. سلام. آقا کاظم رو راهنماییش کن، ببرش خونه بتول خانم. چشم. از این بره؟ آره اصلا میدونستم از این بره دیگه. برو علی من خودم بلدم. الو سلام، کسی خونه نیست؟ زنگ زدم براتون پیغام بذارم که من رسیدم. الانم که اینجام جاتون خالی خالی. هوا عالیه، قراره شب تا صبحم بارون بیاد. رفقای منم که به وفور رویت میشن. یه گاو داریم، یه جوجه مرغ، یه دونه خروس. خونه خانم برات عکس میگیرم که با بابات آشتی کنی. آدم که با پدرش قهر نمیکنه دختر. پوریا مرد خونه، مراقب خانم‌ها باشی یا بهشون هم کمک میکنی، تنبلی رو تعطیل میکنی. بره فرزان گوشی تو روشن کردی یه تماس بگیر. دلم خیلی تنگ. سلام، خانم عقیلی؟ من ماهان هستم، همسر دکتر ماهان. در مورد توتی باتون تماس گرفتم. بله. طول کشید. دمنوش بهار نارنجه. خیلی ممنون. بفرمایید. مسعود خیلی دوست داشت. دستتون درد نکنه. از وقتی اون اتفاق افتاد تنها چیزی که از گلوم پایین میره همین دمنوش بهار نارنج مسعوده. خدا رحمتشون کنه. چند سال با هم زندگی کردیم؟ ما خیلی زود با هم ازدواج کردیم. من 18 سالم هم نبود. همسایه بودیم. عصرهای جمعه دل مامانمون که میگرفت میرفتیم، یه باغی پشت خونمون بود، میرفتیم اونجا زیرانداز پهن میکردیم. بعدا ریشه اون باغو خوش کردن و یه ساختمون زشت توش ساختن. تا وقتی باغ بود عصرهای جمعه همسایه ها هر کی یه ظرف میوه یه خورده تخمه برمی داشتیم میرفتیم تو اون باغ و میموندیم تا بعد از اون هوا که تاریک شده بود برمیگشتیم. یه روز فصل شاتوت بود، مسعود رفت واسه من شاتوت بچینه. وقتی برگشت سر و صورتش همه شده بود قرمز و نوچ. ببخشید سرتون رو درد بردم. پرسیدین چند سال؟ 43 سال. بچم داری؟ شاهین پسر. منم یه پسر دارم 12 سالشه.
البته یه دختر 15 سالم دارم. چه خوب. من که همیشه میگفتم یکیشم اضافیه. ولی اگه عقل الانمو داشتم اون موقع که میتونستم 2 تا 3 تا بچه هم میخواستم. الان پسرتون فوت کرد. آخه 17 سال پیش سرطان. الان فقط همین عکس ازش مونده به خاطراتش. از زندگی بریده بودم. تو دلم یخبندون شد. از صبح تا شب میلرزیدم. نه خواب نه خوراک. مسعود یه روز بهم گفت تا وقتی زنده هستیم زندگی به گردن ما حق داره. باید به جای شاهینم زندگی بکنیم. گفتم نه، اصلا نخوام. من دیگه مردم، زندم نمیشه. یه روز از سر کار که برمیگشت خونه دیدم یه پرنده با خودش برده. همین توتی که از پنجره خونه شما فرار کرد. اولش من خیلی جیغ و ویغ کردم. خوشم نمیومد از این پنجور کشیدنش کف قفس تا بال زدنش. ولی خب مسعود گفت الا و بلا که باید توی خونه بمونه. بعدا همین توتی زندم کرد. اسمشو گذاشتم شاهین. مسعود هی به هم میگفت مینو گریه نکن، مینو گریه نکن. اینم صبح به صبح به هم میگفت مینو گریه نکن. ولی پیش ما که بود حرف نمیزد. فکر کنم غریبه میکرد. خب جلد ما بود. تعجب میکنم چطور فراری شد. شاید هم یه نشونه بود. میخواست بگه مینو تنها میشی. تنها نفهمیدم. تا همین 2 هفته قبل من دست تنها بودم. کلی رفتم و اومدم تازه رسیده به اینجا. به نظر من که عالی. من میگم اصلا بیام همینجا بمونیم. اینجا که خاک و خله هنوز چی نداره. با شما الان چیزی لازم نداریم که. گاز، برق، اسباب اساسیه همینجوری وسط گچ و سیمان که نمیشه کار کرد. کلی رفتم و اومدم واسه برق و پیگیری کردم. نگران نباشین خانم، همه این مشکلات به نوبت حل میشه. همچی میگیم به نوبت حل میشه، انگار به گفتنه. خانم یزدانی استاد همینجوری نمیفرماین که حل میشه. وقتی میگن حل میشه یعنی باید حل بشه. بله، اما به گفتن نیست. اونجورم که شما میفرمایید به نوبت نیست. همه چی پارتی بازی و شانسیه. خانم یزدانی شما یه جوری دارین صحبت میکنید انگار نه استاد اجازه بدید من دارم برای ایشون توضیح میدم. منظور من اینه که تا طرح شما از رو کاغذ بیاد پایین و عینی بشه هنوز خیلی کار مونده. مشکل اصلا از طرح نیست، مشکل از وضعیت عینیه. اولویت با آزمایشگاهست. ما باید اول اولویت بندی کنیم. بله خب اولویت بندی که منطقیه، اما هر چیزی گیر یه چیز دیگه است. نامه دادم مرکز استان که وسایل آزمایشگاه رو بفرستن، میگن هنوز آماده نشده، دستورش رو ندادن. من خودم باید شخصا این قضیه رو پیگیری کنم. فکر کنم از طریق دکتر نوروزنیا اقدام بکنیم زودتر به نتیجه میرسیم. 100%. این وسط آخر سال همه میگن من از پسش برنیومدم. نه خانم من اصلا منظورم این نبود که تفاهم پیش نیاد. کار منه، خودم انجامش میدم. اون که 100% داره. من معتقدم کار گروهی بیشتر نتیجه میده تا اینکه یه آدمی بخواد همه این مشکلات رو تکی به عهده بگیره. وظیفه من آزمایشگاه برسونم، میرسونم. ولی اگه استاد اشاره کنن آزمایشگاه اینجاست. شما فقط نیستین که دکتر ماهانو میشناسید. من همه مقالاتشون رو خوندم، کارشون رو دنبال کردم. 6 ماه دارم اینجا کارو جلو میبرم. آقای دکتر، اشاره کردن شما موقته، بعداً تاثیر بد میذاره. اگر همین اول کار از نفوذ شما استفاده کنیم، فردا که کار جلو بره شما برگردید تهران، اگه یه مشکل ضروری پیش بیاد دیگه اشاره کردن شما مشکل گشا نیست. من با شما کاملا موافقم. به هر حال تو الان تمام مشکلات با شما بوده و مسئولیت اینجا به عهده شما. ولی میتونم ازتون یه خواهشی بکنم؟ بفرمایید. میشه لطف کنین از تمام مشکلات ریز و درشتی فهرست دقیق تشریح برای من آماده بکنین، چون از الان مسئولیت این مشکلات با منه. منم باید بدونم مسئول چی هستم. تقصیر خودم بود. بنده خدا شوهرتون شاید بیشتر از 10 بار زنگ زد پیغام گذاشت که برم شاهین رو پس بگیرم. ولی خب درگیر مراسم خاکسپاری بودم دیگه. اینقدر درگیر خداحافظی بودم که
سلام کسی رو نمیشنیدم. کاش میتونستم زمانو به عقب برگردونم. کاش پنجره آشپزخونه بسته بود. کاش عیبی نداره، تقصیر شما نبود که. من شرمنده‌تونم. همون روزی که سکته کرد با هم دیگه رفتیم این آگهی رو که نوشته بود به در و دیوار چسبوندیم. اون هیچ وقت تو قفس نبود، هیچ وقتم پر نزده بود بره. عیبی نداره، همین که میدونم زنده است و داره آزادانه بال میزنه دلم خوش میشه. تو پیک خوش خبر بودی امروز. قدر شوهر بچه ها تو بدون، قدر امروز رو بدون. مسعود به خاطر کار و مشغلش خیلی تحت فشار بود. بعد به دادش میرسیدم، نباید میذاشتم اینقدر زود منو تنها بذاره. حالا حق زندگی کردن اونم افتاد رو دوش من تنها. قدرشو بدون. که جدا نمی شود نقش تو از خیال من، تا چه شود به عاقبت در طلب تو حال من. ناله زیر و زار من زارتر است هر زمان، بس که به هجر میدهد عشق تو گوشمال من.